آرامش میخوای؟ 7 توصیه مهم بهت میگم. از همین الان آویزان گوش کن. 1. منتظر هیچ دستی، هیچ کجای دنیا نباش که بیاد و نجاتت بده. خودت پاشو و حال دلت رو خوب کن. هیچ کس حوصله آدم ضعیف رو نداره، فقط باید خودت دلت واسه خودت بسوزه. 2. به هیچ کس وابسته نباش. آدم‌ها به اقتضای زمانه گاهی هستند، گاهی نیستند. 3. اینکه دیگران در موردت چی میگن اصلاً واسط مهم نباشه، چون تو نیومدی با معیار و ملاک دیگران زندگی کنی، واسه دل خودت زندگی کن. 4. رفت که رفت، به درک بودنش معجزه نبود که رفتنش فاجعه باشد. بعضی جدایی ها رو برد حساب کن، نه شکست. 5. زندگی قانون لیاقت هاست. یادت باشه رفتنی میره، موندنی هم راهشو پیدا میکنه. پس اگه کسی رفت پس کم سعادتیش رو نخور. 6. هرگز از چیزی خجالت نکش. این هوش منه، این خانواده منه، این تیپ و ظاهر منه، این کار منه. من نیومدم با ملاک و معیار دیگران زندگی کنم. اینجوری ذهنت همیشه در آرامشه. 7. گذشته هرچی بود گذشت. اگه خوب بود شد خاطره، اگه بد بود شد تجربه. پس من هیچ ضرری نکردم. از همین الان میتونم آینده‌مو بسازم.